ما مذاق نداریم، براستی اینمی کار انجام میتیم، میگیم باش کس گپ ما را گوش نمیکرد، گپ ما را گوش کنی. وقت که من میگم قط ازی پیرانک، قط ازی پتوگک ما، قط ازی کلای ترافیکی ما او بلبلی دم روی داری دانه آستین آمدم خب نام خداوند بخشاینده و مهربان. اولا بخشاینده و مهربان، در کجایی که دنیا هستین بیننده باشین. به مناسبت سالگرد زیارت شاه اولیا برشان تسلیت عرض می دارم، بر فامیلشان، بر عکا جان و مشتبه جان و آقا صاحب تسلیت عرض، کامل احترام از درگاه عزت متعال برشان تقدیم می کنم از دل و جان. کباب جان، نوش جان. یک جلوه است، میگه سمنک در جوش ما کمچه زنیم، دیگران در خواب ما دلده زنیم. جدی، خزان، عقرب، قوس. خوب. رقصیدنی تو زیب از خندیدنی من، در رقص درآی از دلک دیدنی من، خندیدنی تو زیب از رقصیدنی تو، در رقص درآی از دلک دیدنی من. بس گفتن نمیتونم. میگه یک نفر در کار خود فهمیده بود. خب گفتم زده چرس چلم چرسی بچگک، چقدر چشمانت قشنگ است. احساس خودم بر شنوندهان اینمی است که احترام نمودن یک خصلت مردانگی است، جنگ کردن یک خصلت چطور نیست. گفته شما چی نظر؟ من گفته نمیتونم. میتونی؟ اگر من یک گپ دیمت بزن. با مقابل دو چشم سیاه نشسته. برکت است. آفرین، برکت رمضان است. از برکت رمضان است. از برکت رمضان. این نفر چی گفت؟ کدام نفر؟ اینمی پیشترکی، اینمی زده خینم بعد دستای کینه نداری چیست. الله که شیرک دلت جور کردی خلاص سکی جان خد. و من خوشحال است. ما یک شکل، ما یک خوباش میگه، یک چیز به نام خوب بچه میگه. خوب بچه میگه، آفرین. گفتم او کوک زری، نه او تو نگفتم. گفتی؟ نه سعی کن. نه سعی میکنم. نه او تو نه. چی؟ دیگه چیز. گوسفنداره بکشم برای تو بریان کنم. یک شب کتیر کو به کلبه غریبانه، نکنی بانه لیل ما نکنی بانه.
بیا قدم ایمان شو بریم به خانه نکنی بانا لیلا با نکنی بانا لنگ 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 گوسفندا میکشم برای تو بریان کنم روز کم ناوقت شده لیلا مای ما کوشش بکن بیا قدم ایمان شو بریم در پاسخانه خب چی گفتی جلاله اولا نه مالی گفتم نه مرا تو عرض ما بشنو ما چی میگم عرض تا بشنوم بگو به مقابل دو چشم سیاه نشستن به کمین زلف لیلا همه جا به جا نشستن ای تو زدنت کنم در مقابل دو چشم سیاه نشسته تو زدنت کنم نه نزنیش واقعیت خیلی متاسفانه کار خدا نکده اون کار خدا در زیر نظر خود داشته بله نموده بجای کده حرف نزده قصه خدا گوش نکده خدا نکده گپ خطا نزده کار خدا ادامه داده بله پشت گپ مرده سلام خدا بر امامم حسین ز پهدار به سر امامم حسین ز پهدار به سر امام حسین سلامت سلام در ماه مبارک رمضان ما دعا نه چو باش تو چو باش کی چو باشه برو ها ما دست خیر دادیم برای می نفرا در کجایی که گپ ما را گوش میگیرن ما مذاق نداریم براستی نمی کار انجام میتیم میگیم باش چی نشه نظر نشه باز ما همی گپتان نگرفتیم هر چقدر کوشش کردیم گفتیم چو باش بلیاز خدا چو باش هیچ کس گپ ما را گوش نمیکرد گپ ما را گوش کنی وقت که من میگم گاه سایسته نه وقتی که نزدم بگو هیچ نزدی تو نامرد بودی نه خدا نکنم گناه دارم همی دینمی سنه وقتی که ما حاضر میشیم میگیم آمن تو و ملائکتی و کتبی و رسولی دیگه تو دست نمیزنی وقتی که من اعصابم از دستم میره من تو را میسپارم بر ملایت میگم این امیر اصلاح کو وقتی که تو این امیر اصلاح کردن نمیتونی تو گپ گوش کردن نمیتونی کدام جای رفتن نمیتونی گریختن نمیتونی تو به چی گپ میزنی تو بگی یک امتحان بده تو مشکل داری تو یک نظر داری بر امی حساب چیزت یک حساب بهانگی داری کسر دوست نداری کل ما شما مسلمان هستیم کل ما شما اسلام گفته میشیم نمیشیم کافر
اگه کافر می بودیم در مملکت امریکا کافر می بودیم، گپ می زدیم می گفتیم اولا ما چی گفتیم ما در کجا رسیدیم، گپ می زنیم قط ازی پیرانک، قط ازی پتوگک ما، قط ازی کلای ترافیکی ما او چی کاره بودیم. یک وقت سیل میکردیم خسک گپ میزنه، خسک هم میگه اولا قصه میکنه. یک وقت ما در جای بودم درس میخوندم، یک نفر کلمه خارید گفت سیل کو تبا تدا. گفتم او کی است میگه تبا تدا. یک وقت گپ میزنه جورنالیستی آمد گفتم اینه کاکا ما اینه تو کدیم. گفت شاباس. گفت در صنف کی است اول نمره نشان بده. وقتی که ما در صنف میزدیم یک دور چالان میکردیم، حساب میکردیم، در کامپیوتر میداختیم، نه خدا شاید بود تو کس جرات نمیکرد نمیگفت که تو بی کی هستی. ما یک باز میگفت کو والا خنده میکردیم. سلامت باشین. اگر دگیر میامد قد قفاق میکشتمش، میگفتم نکو همی کارا نکو، بلیاز خدا نکو، روی خوبی نداره، تو از مولی زردک میگیری گم شو. شما را بر کلانایتان میسپارم، یعنی میگین شما را بر ما تو گپ نمیزنیم، نمیگیم که تو چی کار هستی چی کار نیستی. ما یک نظر داشتم از امیقات جمهوری اسلامی، ارشد وزارت خارجه دفاع خواهش کردم در پرده اول خدا چالان نموده یگان فکایی ها و یگان خودنمایی و یگان چیزا و اونو بگیر نمان. گپ 2 4 و 5 باز اعصاب آدم خراب می سازد. در کنفرانس روی جرگه قصه می کنیم امریکا در چی ساخته شده. امریکا خودش سایکو خندیدنی تو زیب است، رقصیدنی تو. سلامت. گپ دیم بزن. اینمی آقای ما هیچ غرضش نمیگیریم. سیل کو یک نه امو خواندنه که باش میخواندم. تو باور به خدا کن که جز عشق تو هرگز کسی هم نفسم نیست، کسی داد رسم نیست. تو باور به خدا کو که جز عشق تو هرگز کسی هم نفسم نیست، کسی داد رسم نیست، کسی داد رسم. ما چطور نمارم. الا بگو بمارم. الا بمارم. الا ما چطور نمارم. الا ما چطور نگیرم. با تک تک عزیزانتان جهان سپاس ممنون. ما خیانت نکردیم، کس را آزار ندادیم. نالت بر کسی که شیطانی میکنه، نمیگه که تو کی هستی ما کی هستم. یک دانه دخترک تیر میشد، گفتم بیای جا بچیم. آمد گفت چی کاکا؟ ما گفتم اینی رسیل کو. خنده کت پوستای دلش کنده کت. ما گفتم چرا تو میگی؟ گفت ستاره بلبلی دم روی داری، دانه آستین آمدم